مطلبی که امروز میخوام راجبش توضیح بدم راجب عادتهای خوب و بده، عادتهایی که باعث میشن ما به اهداف و آرزوهامون برسیم. هر رفتاری وقتی تکرار بشه به عادت تبدیل میشه، چه خوب چه بد. و این با ماست که آگاهانه تصمیم بگیریم ببینیم کدوم رفتارهامون رو عادت کنیم و کدومها رو عوض کنیم. ولی نکته مهمش اینجاست که باید حتما برای تغییر از عادتهای کوچیک شروع کنیم. یه مثال میزنم متوجه بشی. من میخوام برم به قشم، با هواپیما میرم. اگه دماغه هواپیما قبل از پرواز 1% تغییر کنه، من به جای پرواز به قشم تو فرودگاه کیش فرود میام. اینو هیچ کدوم از مسافرام نمیفهمن، اینقدر که تغییر نامحسوسه. این مثال رو براتون زدم تا متوجه باشید که عادتهای کوچیک و ساده چجوری میتونه کیلومترها شما رو از اهداف و آرزوهاتون دور و منحرف کنه و شما رو به یه فرد بی هدف که دچار روزمرگی شدین تبدیل کنه. برای رسیدن به چیزهای خوب در زندگی باید عادتهای خوبی داشته باشیم. باید تو عادتهایی که در حال حاضر داریم تغییراتی ایجاد کنیم تا به اون هدفهایی که مد نظرمونه برسیم و فقط با تغییر به اون نتیجه میرسید. امیدوارم که شما توی این مسیر موفق باشید و بتونید که عادتهای خوبی رو برای خودتون تکرار و تمرین کنید.